ولاگ نگیریم؟ نخیر پس بریم که داشته باشیم. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. آقا رو می‌بینید اسمش مجید فرخ نظری. به تخمم. همونطور که می‌دونید دوستان امروز جمعه است. جمعه ها و پنجشنبه ها ما چیکار می‌کنیم؟ یه چیزی داریم تحت عنوان صبحانه آزاد یا بوفه. اون میزی که اونجا می‌بینین همه شما زدیم. هر چی که روی اون میز موجود هست و من درست کردم. شهرادم حالا کمک ریزی بهم کرد. هر دقیقه من باید این داستانو کنترل. متاسفانه تا ساعت 4 ما اینجا سر کار. حالا یه چیزی ازش میگیرم با شهرادم که خواستیم بریم بیرون دوباره براتون یه ویدیو هم از بیرون رفتم. پس گذشته فریبم داد. اینا رو باید چیکار کنی؟ منصور چی بازی داری می‌کنی؟ وکتور داری بازی می‌کنی؟ برو میگم منصور اسمت چیه؟ دستشور؟ مشهور بسه دیگه چرا با تلفن صحبت میکنی؟ بسه دیگه تلفن بسه مبادا صدات بلند لبات رو لبات فشار بده صداتو در سینه حبس کن داد نزنی ها اگه درد خیلی فشار آورد روانی هم بچه علی اونجا رو من حقوقم اکی باید بگیرم حقوق ما رو نمیخوام بدم خدایا رخش آقا This car have a shock. Okay? 1, 2, 3, 4, 5 shock. Come with me. کونکش تا 5 روز تو ایران میگو ربیع الاول لایک و سابسکرایب نکنید. با شهرات کار دارم. بابات کیه؟ حسین حسین اومدم برای خودم خرید کنم. الان من چیکار دقیق از اینقدر شخصیت تولد یکی از دوستامونه اومدیم براش خرید ببینیم که چی پیش میاد. خیلی قشنگه. چوب لباسی رو بردیم اینجا. نشستم به در نگاه میکنم. خب بریم پایین برداریم چیزایی که خوبه؟ گفته. اینو بیا پایین احتمالاً اینو برمی‌داریم. این شاندار رو برمی‌داریم. اینو برمی‌داریم. اینو برمی‌داریم. چقدر نمکی دیشب تو خواب حلال ما سلام. داشتی فیلم میگرفتی؟ درد و نفری این صحنه رو ثبت نکردی بزن از اول حقوقامون رو داشتیم از دست میدادیم بیمه رو داشتیم از دست میدادیم افزایش حقوق اضافه کاری اینا همه داشت میرفت علی بابا اینه من رو آپوی میبینه میگه وای علی روستایی برو بابا نیفتی فرقی آروم عروش رد شد آروم آماشالله یه وقتی من موتوری نزدم آقا هم بگیر همونطور که می‌بینید دیشب دوستان ما درگیر تولد بودیم و ادامه ولاگو امروز دارم میگیرم. امروز یعنی فردای
دیروز. آره. جدی میفرمایی؟ همون فرد دیروزه، فقط با این تفاصیل که یه دونه چهره جدیدم داریم. محمد. اسمش آپتیموس پرایم. دوستان این آقا هم دابکار ماست. نگاش کنید، همین آقایی که به راه میره. یه مدار آدم سفتیه ولی چیزی دلش نیست. آدم خوبیه. ما دوستش داریم. ایشون هم آقای نظری هم سن و سالی که داره. من نمیتونستم ازش فیلم بگیرم ولی خیلی آدم باحالیه. نایس. باریکلا تمیز کن. تمیز کن. جزئی از کار ماست دوستان، فکر نکنید مثلا النظافت من الایمان. ما بودن بچه‌هایی هستیم که خیلی تمیز کار. فکر نکنید اینجا یه سر مثلا کسی و این حرفا نه، اصلا این چیزایی که شما میگید نیست. نظافت یکی از رکنای اصلی کار کردن توی آشپزخونه ایران. یعنی شما اگه تمیز نباشی، اخلاق خوب نداشته باشی، اعصاب درستی نداشته باشی، اصلا اینجا نمیتونی کار کنی. اگه مثلا دو باشی چنگلات در نمیاد. تمیزی، اخلاق اصلی، اعصاب درستی. تو اینجا داری چی کار میکنی؟ صندوق نیست و ماشین نمیتونی بزاده. اون حساب کن. ها؟ چای میخورم. بیا اینو با تی چیز. بله اینجا همه از کنترل اعصاب و سلامت روان و همه چی اینجا اونا دارن. حتی اینقدر اعصاب و روانمون خوبه که گاهی وقتا جملاتمون رو اینقدر خیلی زیبا و بدون مکس تموم میکنیم. خب دوستای قشنگم، ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر دوست داشتین ویدیو رو حتما لایکش کنید و چنل من رو سابسکرایب کنید و تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.